سرخط خبرها. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی. قزاقستان باز محدودیت صادرات گندم و آرد را تمدید کرد. آیا آرد قیمت می شود؟ بیننده های عزیز سلام، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 16 ایون است. شام دیروز 15 ایون در دوشنبه کارمندان دادستانی ناحیه شاه منصور دو ژورنالیست و بلوگر تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را با خود بردند. معلوم نیست که سببی از جانب مقامات برده شدن این دو ژورنالیست در چی است و تا کجا آنها در صادر کردن کدام عملی گمان بر می شوند. مقامات از شرح این قضیه خودداری می کنند. این حادثه در حالی است که دلیر امامعلی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. دلیر امامعلی صبح 15 ایون در صفحه فیسبوکی خود خبر داد که او را در راه از دوشنبه به ولایت سوخت مقامات شعبه داخلی ناحیه عینی با خود بردند. بنا به نوشته خود دلیر، او نیت داشت که به شهر کانیبادان برای ثبت فیلم نوبتیش برود، ولی بعد نصف روزی معلوم شد که دلیر امامعلی را به دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه بردند. با اطلاع خبرنگار رادیو آزادی در این بنا یک وکیل دفاع برای نمایندگی از حقوق ژورنالیست حضور داشت و تا آخر در داخل بنا بود. شام چهارشنبه هنگامی که گروه ژورنالیستان منتظر بیرون شدن دلیر امامعلی در بیرون بینای دادستانی ناحیه شاه منصور قرار داشتند، چند نفر از داخل بینای دادستانی دلیر امامعلی را همراه با وکیل دفاعش بیرون برده به داخل ماشین سیاه شیشه انداختند. معلوم نیست که او را به کجا بردند، ولی ژورنالیستان میگویند که صحنه از بنا بیرون بردن و به داخل ماشین نشاندن ژورنالیست با سرعت جریان گرفت و دیدن نشد که دلیر چی حال و احوالی دارد. همینطور یکی از همکاران او نواربرداری برخی گزارش و فیلم های دلیر امامعلی ژورنالیست عبدالله غربتی را هم تخمینا ساعتهای 4-15 ایون به بینای دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت کرده 1 ساعت بعد به شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور انتقال دادند. تا زمانی ثبت برنامه سرنوشت این دو ژورنالیست معلوم نیست. مراجعت های خبرنگاران به مقامات حفظ قانون بی جوابند، ولی به احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش های ویدیویی تنقیدی و بی‌پرده دلیر امامعلی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت شدن او گردیده است. قزاقستان محدودیت صادرات غله و آرد را تا 30 سپتامبر سال روان تمدید کرده است. قبلا وزارت کشاورزی قزاقستان قانون قبول کرده بود که بنابر آن برای صادرات گندم و آرد تا 15 ایون محدودیت جاری شده بود. کواتا برای صادرات گندم از قزاقستان 550,000 تن گندم و 370,000 تن آرد مقرر شده است. برای عوض این استحصال کنندگان گندم و آرد باید 10% آن را به بازار داخلی با نرخ نسبتاً ارزان پیشکش کنند. تمدید محدودیت صادرات غله در حالی است که تاجیکستان یکی از وارد کنندگان اساسی گندم از قزاقستان می باشد. جسد سربازی در زد و خورد مرزی کشته شده را به خاک سپردند. سرباز مرادبک محمدقولوف که تا انجام مهلت خدمتش در ارتش 4 ماه مانده بود، روز 14 ایون در سرحد اسفره از تیر نظامیان قرقیزستان کشته شد. با اطلاع رئیس جماعت نوزمین ناحیه دوستی ولایت ختلان، مرادبک محمدقولوف ساکن 26 ساله دهه امید بود و جسدش را روز 15 ایون به زادگاهش آوردند و مراسم جنازه هم همان روز برپا شد. این سرباز دوم از ناحیه دوستی می باشد که از تیر سربازان قرقیزستان کشته می شود. ماه اپریل ظاهر سید مرادوف سرباز دیگری از ناحیه دوستی در زد و خورد مرزی در اسفره از سوی نیروهای قرقیز کشته شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان فرمانده یک دیدبانگاه سرحدی زخمی شده وضعش از حد وزنین است. درباره کشته شدن محمدقولوف چیزی نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با فرمانده ستاد مرکزی قوه‌های مسلح آمریکا گنرال مایکل اریک کوریلا دیدار و گفتگو کرد. با نوشته وبسایت پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات که روز 15 ایون صورت گرفته است، گسترش روابط تاجیکستان و آمریکا در بخش نظامی و امنیتی بررسی گردید. با نوشته منبع در این ملاقات صحبت از وضع کنونی در منطقه و جهان، مسئله های مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم،
قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فرامیلی رفته است. تفصیلات دیگر این گفتگوها نشر نمی شود. در یک ماه اخیر این سفر سیومی مقامات بلندپایه آمریکایی به تاجیکستان است. ایالات متحده آمریکا که 30 سال اخیر یک شریک مهم تاجیکستان به حساب می رود، به تاجیکستان با مبلغ عمومی 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانیده است. دسته منتخب تاجیکستان بعد پیروزی در مرحله انتخابی جام آسیا در بیشکک 15 ایون به دوشنبه برگشت. در فرودگاه بین‌المللی دسته را مقامات ساحه ورزش و مخلصان استقبال کردند. همکاران ما مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین از مراسم پیشوازی دسته گزارش تهیه کردند که همراه می‌بینیم. فرودگاه دوشنبه برای پیشواز فوتبالبازان تاجیک فضای ایدانه داشت. هواداران فوتبال از منطقه‌ها به استقبال فوتبالبازان آمدند. از جمله آشوربک عبدالرحمانوف از ناحیه دنقره آمده است. خب راستی من آنقدر مخلص فوتبال نیستم، اما پس از واقعه‌های مرزی وقتی دیدم که دیگر صدای انسان‌ها رسیده نمیشد، من خودم طرفدار خشونت اصلا نیستم، لیکن پس از واقعه‌هایی که در اینجا گذشتن من دیدم که باید یگان راه‌های دیگر را پیش گرفت تا که توانست که خودمون معرفی کنیم. صدای قرقیزها به جامعه جهانی بهتر میرسد، اما صدای ما متاسفانه کمتر میرسد. برای همین ما باید به یگان شکل توانیم توجه جامعه جهانی را به خودمون جلب کنیم. همین فوتبال بهترین راه است. سبقت منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان بگاه 14 ایون در ورزشگاه دالان امرزاقوی شهر بیشکک برگزار شد و بدون گل انجام یافت. بسیاری‌ها در تاجیکستان این بازی را با شوق تماشا کردند. با یک هیجان تماشا کردیم. بسیار خوب. در اساس دروازه‌بان رستم یتیمو و حمایتگر وحدت حنانو بازی خوب کردند. برای پیشواز فوتبالبازان رئیس کمیته جوانان و چند مقامدار دیگر به فرودگاه آمده بودند. ورزشکاران تاجیک میگویند بازی با منتخب قرقیزستان در ورزشگاه آن کشور آسان نبود. آنجا از اول بازی که وقتی گیم میشد و ما حسیات میکردیم که نه تنها ما 20 نفر تنها هستیم، ما فکر میکردیم 10 میلیون اهالی همه در پشت ما است و ما را مخلصی خواهند کرد. بسیاری از مخلصان فوتبال از رستم یتیموف دروازه‌بان منتخب کشور توصیف کردند، چون به گفته مخلصان او چندین حالت‌های خطرناک را در نزد دروازه منتخب تاجیکستان برطرف کرد. هرچند تاجیکان نبودند، مخلصی قرقیزها ما را نیز بیشتر تشویق می‌کرد. در حضور قرقیزها ما نیز کوشش کردیم از آنها کم نآییم. البته وقتی مخلصان حضور دارند، آنها فوتبال بازان را الهام میبخشند، به پیش راهنمایی میکنند، ولی من فکر میکنم که ما نتیجه سزاوار آوردیم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان باری نخست در تاریخ کشور امکانیت پیدا کرد که در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کند. این مسابقه سال آینده در همین شب و روز برگزار می شود. مردم تاجیکستان از تیم منتخب فوتبال کشور انتظار دارند که در مرحله نهایی جام آسیا به موفقیت های بیشتر دست می‌یابند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، فرودگاه دوشنبه. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم. 16 ایونی سال 2004 در مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون انتخابات قبول شد. این قانون را اکثر اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی مطابق با معیارهای بین المللی نامیدند، ولی به قول کمونیست‌ها و حزب نهضت اسلامی در این قانون دو طلب آنها نادیده گرفته شد، یعنی حضور نمایندگان حزب‌های سیاسی در участкаҳо و دادن پروتکل‌ها به همه حزب‌های سیاسی در وقت جنبست انتخابات. این حالت‌ها مانع حساب و کتاب شفاف و عادلانه رأی‌های نهایی می‌شود. 16 ایونی سال 2014 جامعه شناس تاجیک الکساندر صادقов بعد از مصاحبه با یک فعال سیاسی در موضوع ناامنی‌های سال 2012 در شهر خوروخ بازداشت و در جاسوسی ایبدار شد. کمیته دولتی امنیت ملی او را فقط بعد از 36 روز رها کرد. قضیه صادقов را نمونه فشاری افزاینده بالای دانشمندان و محققان در تاجیکستان در سال‌های اخیر نامیدند.
16 июни соли 2010 Нурсултон Назарбоев дар Қазоқистон пешвои миллат номида шуд. қонуни пешвои миллат Назарбоевро раҳбари якумрии ин кишвар кард. баъди аз мақоми раёсатҷумҳурӣ канор рафтани ӯ ҳам соли 2019 Назарбоев элбоси яъне пешвои миллат тасмимгирандаи аслии сиёсии кишвар боқӣ мемонад. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин буд барномаи навиди бомдодӣ. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. то барномаи баъди, худо нигаҳбонатон.